سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی، امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. پیش از آنه که من صحبت شروع کنم میخواستم که یک قصه را بکنم که تا اینکه همین صحبت ما یک مقدار روشن‌تر بگردد، چون که فهم شود برای هموطنان گرامی. سال گذشته تقریبا همین شب روز بود وقتی که خانگی ها را پدر، مادر، برادر، نزدیکان فشار آورده بودن از جانب رژیم رحمانوف، یعنی که همین سگا به اصطلاح همین تاجیکی بگم همین اوگلونیکای رژیم رحمانوف و اینها فشار آوردن که خیلی این فرزند شما گپ میزنه گپ نزنه، خلاص هم خیلی فشار آوردن. بعد من پیدا کردم، جستجو کردم همون نفرایی که فشار می‌آوردن و رقم‌های تلفنشون گرفتم و چیکار کردم و اون نفرها قطعی صحبت کردم و گفتم که من چی جنایت کردم که شما مرا به همین اوگلون دل یا که پرونده جنایی شده که تو که من به جوابگری جنایی کشتم. یعنی مقصد اونها چی بود که وای من بس کنم گپ زدن بس کنم و طلب عفو کنم با وزیر جمهوری تاجیکستان یا وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده، گویا که من از اون نفر چیکار کنم بخشش بسم و طلب عفو کنم. و بعد وقتی که من گفتم که من چی جنایت کردم، آنها گفتن که تا جنایت دمیه که دمی شبکه‌های اینترنتی بسیار مقصد که خیلی میفهمه که گپ میزنید، همه خیلی خونه است. و بعد من یک مثال برای همون نفر آوردم، یک مثال برای همون اوگلون یا که همون نفری که در مقامات حفظی حقوق کار میکنه، یک مثال آوردم. یک مثال من چی بود؟ گفتم که مثلا من در یک جای رفتم که یک جنایتکار دیدم، همون جنایتکار یک نفر چیکار کرد؟ قتل کرد یا که مال همون را دزدید. یگان کار خلاص همون آدم بگیم که کرد، همون نفر خیلی بگذاری نه قتلش کرد، همون نفر قتل کرد. من اون نفر دیدم ای پای کارم شیدم و یگان گپ نگفتم. بعد یک چند روز همون قاتل بازداشت کردن و بعد چند روز بازداشت که کردن همون قاتل درک پیدا کردن، پرسجو کردن که من در همین حادثه شاهد بودم. یعنی من با همون راه میگذشتم دیدم همون قاتل، به هیچ کس نگفتم، نه به یک دوستم، نه به یک مردم، نه به مقامات، به یکون کس نگفتم. ای پای کارم شیدم. همینجا گفتم که قضیه من در همین کار شاهد هستم، به هیچ کس نگفتم. قضیه من چی میشه؟ موافقه که همین کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سال 2016 هم سال از جانب شما تجاوز کرده شده است. همین قضیه من در همین کنستیتوسیون چی میشه؟ در همین سرقانون چی میشه؟ و آیا مرا یگان کسی چی نمیگه؟ چی میشه قضیه؟ بعد اون نفر گفت که قضیه تو در اینجا برابر همون جنایتکاری که آدم قتل کرده است به مردم نگفتی، به مقامات نگفتی، برابر همون نفر چیکار میکنی؟ پرونده میکشاین و به جوابگری جنایی کشیده میشه. پس من گفتم که برادری عزیز، من همون شاهد هستم که امروز قاتلا را میبینیم، امروز دزدا را میبینیم، امروز غارتگرا را میبینیم و به مردم چیکار کرده هستیم؟ فهمانده ایستادیم که من قاتلا را بینه که فردا بعد دعوا نکنه که شما قاتل دیده و مردم با یگان کس آگاه نکرد. و من میخواهم که برای شما همون قاتلا را نشان بدم. مرحمت ببینید قاتلا را. ما ملت تاجیک، خلق تاجیک در سالهای 90 بدبختترین سنگین‌ترین روزها را پس سر کردیم. انشالله این مشکل های پیش آمده را پس سر میکنیم. آفرین. اکنون قاتلا را هموطنان عزیز دیدید که روزی خطا نکنم ماه مارس سال
بیستم چیکار کردن این ده قاتل، یکتاش به نام راغون علی، یکتاش به نام توشکبای. این ده قاتل چیکار کردن؟ زیاده از 12,000 آدم جمع کردن. 12,000 آدم فقط مشرف که گذروندن روزهای دراز. و این دو قاتل چیکار کردن؟ جشن نوروزی برای خودشو گذروندن. و امروز اینها میگفتم که ما وقتی که گپ میزدیم که همین کار نکنه، وقتی که دشمن اومده است در وطن ما، یعنی همین ویروسی که اومده است در وطن ما داخل شده است، ما با اینها خطاب کردیم که ای مردم، شما اومده است از دشمن در داخل شما ابا چه خطیات کنید. اینها چی گفتن؟ شما خائن ملت، شما نمیخواهی، شما بدخواه ملت هستی، این خیل هستی، اون خیل هستی. خلاص چیکار کردن؟ طعنه‌ها زدن و فشارها آوردن. من نمیدونم که اینها چیکار کردن. یعنی که با تشبوس همین ده قاتل امروز هزارها، صدها، نمیدونم چندین نفرها چی شدن؟ بیماری به این مبتلا شدن. یعنی که دشمن در داخل علاقه درمده بود یا چیکار کردن؟ یعنی همون عقاباش و همون کاراش و نکردن که ما کمین بگیریم با دشمن تا که دشمن چیکار نکنه؟ ما را دنبالگیر نکنه. و اکنون میبینیم که یک نفر یک قاتل گشت چیکار کرده ایساز. سخنرانی قاتل گوش میکنیم و بعد برمیگردیم با ادامه صحبت خودمون. هر روز جای کمشدن زیاد شده است. کدام قانون نداریم دو تا سه تا خبرگاه های همین حوزه پرابلم ما همون اویله ما باید تیبی باید چونکی مثال یک مادر شده است، فرزند شده است، کلیدش من میخوام شده است، ما باید همون جو همین ترتیب نکردیم. زین رئیسی همین ترتیب ما همین تیبی اویله که یواش شده و فهماندن در کار مردم و نمیشه. ما میدونیم همون رحمدل رحمان بیاد که مادر من نمونم یا لیکن این دیگه علاج نیست. اینا ما باید الهیده تیز وای کنیم کدر مادر کارو جلو کنیم. و بعد که این قاتله که دیدیم این توشکبای است، این تخلص شد توشکبای موندن رئیس ولایت سوق با تشبوس همین نفر امروز چیکار کردن؟ امروز چندین نفر ها سرایت یافته بود. اگر که ما از بگیم که این بیماری از خارجه منشأش اومده بود، این بیماری علاقه ما میدونیم همه ما و شما که ماه مارس 20 بود یا 22 بود اخیرون رئیس عملیاتایی که از خارج کشور می اومدن اون را قطع کرده بودن و چندین هموطنان ما در خارج کشور مونده بودن. و بعد علاقه چیکار کرد؟ چندین روزا گذشت، علاقه ماه 30 اپریل علاقه مارت محکم کرده بودن، 20 مارت محکم کرده بودن، 30 اپریل چیکار کردن؟ اینها کرونا ویروس بگم که اعلام کردن که در تاجیکستان ما این هست. و با یک کاری هم کردن درون که ماه اپریل تقریبا نمیدونم 2 یا 3 بود، اینها چیکار کردن؟ ده قاتل یک قاتل با یک همون قاتل با فرزند شگرفت با چیکار کرد؟ سیر گلی لولا کرد و مردم رو چیکار کرد؟ با جمع کرد سیر گلی لولا کرد. و ببینید هموطنان که مردم در سیر گلی لولا چیکار میکنند. اجرا کرده شدند. تاکید گردید که طی سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان خصوصا در شهر دوشنبه با یک شکوه و شهامت خاص دایر نمودن سیر گلی لاله نشانه ارجگذاری به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک بوده. تشبسکار این اقدام بسا نگ و دلپسند اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می‌روند که پیوسته مردم را به آبادانی و سبزکاری هدایت نموده فرهنگ زیبایی پرستی را تشویق و ترغیب میکنند. همچنین در مراسم سیر گلی لاله از تجسم دهها هنری مردمی، پیشنهاد رنگارنگ لباس ملی، نمایش آرایشات رنگین و هنرمندانه دستان مادر تاجیک. سیر گلی لاله بود که تقریبا این نوارا من از یوتیوب پیدا کردم ماه 5 اپریل این نوارها نشر شدند. همون شب روزی که بعد که نوروزی را رحمانوف گذراند در ولایت سوق در اونجا هم مرچکو کرد، زرازی کرد و بعد گشت اومد به دوشنبه با قطعی فرزندش برای به اصطلاح همون مردم برای فرزندش پیار کردن. چیکار کردن؟
اینها سیر گلی لوله کن. حتی در همین سیر گلی لوله شون چکو کردن یک دخترک هم گم شده به دم شبکه یوتیوب فرمگش، فیسبوک یوتیوب در فرمگش، حتی همون مادری همون دخترکی که در همون چی بود در همون شبکه یوتیوب فرمگش همون جده دو فیغان میکرد که دختری من گجوشیده است. اگر نه ما بگردیم که همین دوشنبه را اگر این سرطوب سشفر بگردیم دوشنبه تقریبا 2 ساعت میرست. حالا که اگر بگیم که دختر گم شده است خارج کشور رفته است، این یعنی بهانه کردن نمیتونه چشمو که چون که علاقه سرحد و بستگی بدیم. و دیگر نمیخوام که صحبت طولانی کنم، باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.